ادامه برنامه‌های رادیوی تاجیکستان. السلام علیکم شنونده های گرامی، با توجه شما گفتاری ادبی از سلسله خوانش بدیعی اثری نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی، یادداشت‌ها در قرائت عبدالرشید خوجامقلوف. قسم یکم، گفتاری 17. این خانه ز خشتی کهنه انداختم، در وی جشن زرفتگان ساختم. تا اهل زمان ما بدانند که من یک عمر جوانی به چی ره باختم. مؤلف. پدرم هرچند عصبی گذرا باشد هم مرا سخت نزده است و سخت جنگ نکرده است. در وقتهایی که من یاد دارم او مرا تنها 2 بار تنبیه داده بود. یکی از آن تنبیه ها به این طریقه روی داده بود. او باری یک خر خرید که آن بد عمل برآمد. اگر کسی به یالش دست رساند دینگ دینگ کنان هلاس میزد. در یکی از روزهای تابستان او آن خر را به بیابان برده برای چرا در پاچ پایه در زمین گندمش درو کرده شده بسته بود. وقتی که روزی پیشین شده گرمی شدت کرد به من گفت یابان رفته خر را گرفته بیار، لیکن سوار نشو که دستت ناخواست به یالش رسد دینگ دینگ کرده تو را می افتاند. من یابان رفته خر را کشاده گرفتم و در دل خود فکر کردم که اگر از یگان جایی بلند سوار شوم و دستم را به یالش نرسانم دینگ دینگ نخواهد کرد. چی لازم است که خرید تیار را سلط برده خود پیاده روم؟ من برای به عمل آوردن این فکر خر را به جویچه در آوردم و از لب جو به هیچ جایی وی دست نرسانده آهسته و آرامانه سوار شده گرفتم. خر هم آرام ایستاد و یگان بد حرکتی نکرد. لیکن وقتی که خر را از جوچه می برآوردم پیشش بلند و طرف دومش پس شد. من بر بالای خری بی تخم پسناکی غیجیده قریب بود که از صغریش شاریده افتم و برای نگاهداری خود از غلطیش بی اختیارانه با 2 دستم به یال خر چسبیدم. خر به دینگ دینگ کنی و هلاس زنی در آمد. من از ترس غلطیدن هر قدر که به یال وی سختتر می چسبیدم دینگ دینگی وی هم همان قدر زیادتر می شد. عاقبت معلق زنان به زمین غلطیدم. دستی راستم گویا که وی را از آرینج شکسته یا بریده گرفته باشند جان گدازانه درد کردن گرفت و خر در حالتی که در هر هلاس زدن 2 پای پسش را به هوا بلند کرده به راست و چپ الوانج می داد به طرفی حولی رفت. مرا از درد دست زیادتر ترسی پدر در تشویش می داشت. من از گفتی او برآمده هم برای او و هم برای خود کلفتی سختی پیش آورده بودم و خود را سزاواری جزای سخت می دانستم. بعد از دقیقه خود را راست گرفتم، اما دردی دستم باز هم شدت کرد و گویا که چنگچه آهنینی به بدنم در آمده دیل، شوش، دست و بازویم را در یک جا به طرف زمین می کشیده باشد مرا به نشستن مجبور کرد. در همین وقت پدرم از طرف حولی نمودار شد و من هم مهیای شته و شلاق شده به خودداری کردن عزم نمودم. پدرم رسیده آمد، اما مرا نزد و جنگ هم نکرد. بعد از دیدنی دستی ضرب خورده ای من همین قدر گفت که از گپی من برآمده
از دست جدا شدی. از بس که این دستی راست است، برای تو باز هم سخت است، چون که اکنون خط نوشته نمی توانی. این سخنی آخرینی پدرم مرا چنان عذاب داد که اگر 100 خیمچه می زد اینقدر عذاب می کشیدم. پدرم با رومالش دستی مرا به کتفم آویزان کرد و از دیه اسب یافته آورده مرا به پشت خود به اسب سوار کرده به غژدوان به پیش شکسته‌بند برد. نظر به دریافت شکسته‌بند، دستی من از 2 جا، هم از آرینج و هم از بندش برآمده بوده است که جابجا کرد. در وقتی جابجا کنی شکسته‌بند چنان سخت فشرد که صدای شریق کرده به جایش در آمدن استخوان آرینج شنیده شد. دردی جابجا کنی نسبت به دردی از جابرایی چند درجه زیادتر بود، لیکن از ترس پدر و از شرم شکسته‌بند من خودداری کردم و داد نگفتم. پدرم این گونه پرطاقتی مرا دیده آفرین پسرم گفت. بعد از تماما درست شدنی دستم و از یادم برآمدن آن فلاکت، روزی پدرم مرا به پیش خود جیغ زد. رفتم، از بندی دستی چپم نگاه داشت و با دستی دیگرش خیمچه‌ای را از تگی نمد گرفته به ساق پایم 1 بار زد و گفت هوشیار باشو، به گوش خود نگاه دار که بعد از این اگر از گپی من برایی سخت میزنم. فهمیدی؟ فهمیدم. تنبیه دومی که از پدر دیدم به این طریقه روی داده بود. در نزدیکی دیهه ما سری پوری ایشان نام بازارچه‌ای بود که از خانه ما 2 کیلومتر دوری داشت. روزی مرا پدر به آنجا فرستاد که نمک خریده آرم. در بازگشتم از بازار از شناسهای پدرم کسی به من وا خورده چند گپ تعیین کرد که به او گویم. من تا به خانه آمدن نه تنها سخنان او را، حتی خودی او را هم از یاد برآوردم. وقتی که پدرم از شناسها در بازار که ها را دیدنم را پرسید، آن آدم به یادم آمد و به او خبر دادم که فلانی را دیدم. چی گفت؟ گفته پرسید پدرم. چون همه گپ‌های وی از یادم برآمده بودند، در جواب این پرسش چند دهن گپ از خود ساخته و بافته گفتم. مگر آن سخنان من بی منطق و دروغ بودنشان ظاهر بوده است که پدر باز پرسید شاید گپ‌های دیگر گفته باشد؟ نه، همین طور گفت. گویان دروغ خود را تأکید کردم. بعد از چند روزی دیگر آن آدم به خانه ما آمد. پدرم بعد از به مهمانخانه در آورده شناندن او مرا جیغ زده و پیش او شناند و از وی پرسید شما به واسطه این به من چه ها گفته فرستاده بودید؟ او گپ‌های تعیین کرده اش را نقل کرد که از گپ‌های من گفتگی تماماً دیگر بودند. من از خجالت در زیر آب و عرق ماندم. پدرم از گوش من سخت داشته تاب داده ایستاده به من گفت بعد از این هر چیز را که بینی با دقت ذهن مانده نگاه کن. هر گپ را که شنوی با دقت گوش انداز و اگر کسی به تو چیزی گوید یا کاری فرماید فهمیده باشی هم دوباره پرسیده به یاد گیر و احتیاط کن که گپ از یادت نبراید. اما هیچگاه دروغ نگوی که هم شرمنده می شوی هم بدنام. حالا تو 2 گناه داری. یکم آن که گپی تعیین کرده را از یادت برآوردی، دوم آن که بجای آن گپ ها از خود دروغ بافته گفتی. اگر همان وقت تو گپ های تعیین کرده اش را فراموش کرده ام می گفتی، من تو را به پیش این کس شرمنده نمی کردم. رو بازی کن. این تنبیه پدرم برای من یک تعلیم بسیار فایده‌مند شد که در حیاتم تأثیری کلان کرد و مرا با دقت کاری تربیت نمود.
فراموش نکردنی گپ‌ها، حادثه‌ها، چیزها و آدم‌ها را به من یاد داد. من شعرها را هرچند مخصوص یاد کنم هم زود از یادم میبرارم. حتی شعرهای خودم را هم در روز دویومی گفته شدنی آنها فراموش میکنم. اما گپ‌ها، حادثه‌ها و خاطره‌هایی را که به من کم و بیش تأثیر کرده باشند از یاد نبرآورده‌ام. هرچند در 10-12 سال آخری قوه حافظه هم خیلی سوس شده، گپ‌ها و چیزها را زود فراموش می کردگی شده باشم هم، اما خاطره های پیشتره قریب همگی در یادم نقش بسته ماندند. این نتیجه همان تنبیه پدر است که من در پسی وی به ادمانی ترینیرافکه خاطره و حافظه مشغولی نمودم. بعد از رفتن آن آدم من به پیش پدر رفتم و میخواستم در پیش او یک دروغ خود را اقرار کنم، اما شرم می داشتم. بنابراین خاموش ماندم. پدرم پی برد که من به او چیزی گفتن میخواهم، اما به کدام سبب باشد که نگفته ایستادم. بنابراین پرسید: چی میخواهی؟ گوی. یک دروغ خود را اقرار کردن میخواهم. خب اقرار کن. روزه گرفتنم دروغ بود. پدرم خندیده گفت: من همان وقت فهمیده بودم که تو روزه نگرفته ای و برای خرج سیر گرفتن خود را روزه نشان داده ای. لیکن من آن وقت هم برای نرنجانیدنی تو و هم برای نرنجانیدنی مادرت که به روزه‌داری تو خیلی شوق داشت چیزی نگفته بودم، وگرنه آن کارت هم دروغ بود هم فریب. لیکن آن وقت بسیار خردسال بودی. امیدوارم که بعد از این آن گونه کارها را نکنی. پدرم 1 سال پیش از وفاتش خواست که مرا بخارا برده شهر را تماشا دهد و من چند روز در پیش اکم مانده به استقامت مدرسه آموخته شوم تا که سال آینده برای خواندن از اولی تحصیل به شهر روم. با این نیت او در یکی از روزهای زمستان به خرسوار شده مرا به قفای خود سوار کرده به راه درآمد. چون ما از یلنگینا منزل که در بین وابکند و شهر بخاراست گذشتیم، خر به کناری راه برآمده در زیر یک درخت بید ایستاد. پدر خر را با چوب زنی بسیار از آنجا حرکت داده به راه درآورد و به من گفت: سالی گذشته بهاران وقتی که به شهر می رفتم به سری بازار یلنگی نفر آمده و زیر همین درخت بید فرآمده خود نان خورده و خر را دم داده بودم. از میانه قریب 1 سال گذشته باشد هم هنوز آن واقعه را از یاد نبرآورده است و می خواهد که باز در همان جا وی را دم دهم. بنابراین از آنجا گذشتن نخواست. پدر بعد از دقیقه خاموش ماندن باز به گپ درآمد: خر از آدمی که چیزهایی دیده و شنیده اش را از یاد می برارد بهتر است. دقت کن که هیچ چیز را از یاد فراموش نکنی. پدرم با این تعلیمی در بالا نقل کرده شده خود را با یک مثال بسیار ساده عوامانه تأکید و زیرنشین کرده بود. اولین یادداشت‌هایم درباره بخارا و مدرسه.
ما وقتی خفتن به شهر بخارا رسیده از دروازه سمرقند آن به درون شهر در آمدیم. نظر به قول پدرم اگر 5 دقیقه دیر می کردیم در بیرون شهر می ماندیم، چون که دروازه های شهر در وقت خفتن یعنی بعد از 1.5 ساعتی فرو رفتن آفتاب بسته شده کلیدهایشان به میرشب شهر فرستاده می شدند. درون شهر تاریک بود. در دروازه خانه شهر در پیش دروازه‌بان یک پیلسوز که با پیلته و روغنی صغیر می سوخت روشنایی خیره‌ای می داد. غیر از این در یگان جای کوچه شهر شمع، چراغ یا فانوسی نبود. از بس که حمله های بخارا در طرف کوچه دریچه و روزنی نداشتند، از آنها هم به کوچه روشنایی نمی افتاد. کوچه های تنگ که در دو طرف آنها خانه های 2 آشیانه و 3 آشیانه بنا یافته بودند منظره گورمانندی را به یاد کس می آوردند. ما از کوچه های این شهری تاریکستان اندوهگینانه رهسپار گردیده و پیش مدرسه میری عرب رسیدیم که اکم با سید اکبر در آنجا استقامت داشتند. از طرف غربی مدرسه مذکور یک روشنایی دودآلودی به نظر نمایان گردید و صدای نقاره ها و سرنی ها هم از آنجا می برآمد. معلوم شد که در آنجا در بین صحن مدرسه میری عرب و مسجد کلان چوکی بزمی عمومی پادشاهی برپا شده بوده است. در آن وقتها عادت این بوده است که امیر بیرون از قصر مرکزی خود ارک در کدام حولی که منزل کند شبانه در نزدیکی آن حولی چوکی یعنی بزمی عمومی کوچگی تشکیل می کرده است. من در آن شب نخستین بار چوکی را تماشا کردم. در یک میدان تنگی چقور که تخمیناً 10 متر بر و 20 متر درازی داشت تماشابین بسیاری خون شده بود. در میانجای میدان توده آتش بوده دایره دستان در پیش وی قطار نشسته بودند. قریب 20 نفر رقاص پسرانی امردی کاکلدار در پیش دایره دستان سرودخوانی و رقاصی می کردند. در پیش آنها یک اوغوری پر روغن بوده لطه کهنه هایی که درونش بود مشعلوار می سوخت. یسبولانی چوب در دست تماشابینان را زده دور می کردند که هجوم آورده رقاصان و دایره دستان را زیر نکنند. این بزم به من معقول نشد، چون که وی از مجلسی بزم زیادتر به مجلسی طرفبازی غژدوانیان مانند بود. پدرم خورجین را فراورده پیش من مانده خود خر را برده به سرای بسته آمد. ما با او به مدرسه در آمدیم. مدرسه میری عرب یکی از بهترین مدرسه های بخارا بوده، پیشتاقی بلند و میان سرای خوشهوایی دارد. ما از دروازه مدرسه در آمده به دستی راست برگشتیم. در آنجا زینه‌ای بود که ما با وی بالا برآمدن گرفتیم. زینه تاریک و پیش در پیش بود. پدرم آواز داده بالا می شد و من از پسی او با علامت آوازش زینه پایه ها را دست کرده با احتیاط پای مانده بالا می شدم. بعد از زینه تمام شدن هم تاریکی تمام نشد، چون که سری زینه به جایی می برآمد که اطراف و بالایش پوشیده بود. در آنجا پدر دری را با قاعده مدرسه با پشت ناخونش نرمک تیق کرد. در کشاده شد و ما در آمدیم. حجره عبارت از یک گنبد بسیار بلندی وسیع گرده بود و غیر از دری در آمدش که وی هم از رهروی بالا پوشیده تاریک کشاده می شد دیگر نه در داشت و نه دریچه. در میان جای حجره یک صندلی بوده و بالای وی یک شمع جایداری 16 تگی یعنی 16 دانش نیمچگی نیم کیلوگی می سوخت.
این شمع تنها روی صندلی را به زور روشن می کرد و دیگر جای حجره، خصوصا سقف بلندی گنبد شکلش، در نیم تاریکی بسیار واهمه انگیز به نظر می نمود. در وقتی در آمدن ما، اکام در پایگاه حجره مشغول آشکشی بود و سید اکبر که او در دیه لقب پروردگار خوجگی را یافته بود در پیش صندلی می نشست. بعد از واخوردی و پرسوپاس مقرری و گذشتن نشستن ما در اطراف صندلی، اکام آشش را کشیده آورد. آش عبارت از پلوی گوشت مرغناکی سیر روغنی بلذت بود. در وقتی آشخوری پدرم پرسید: شمایان گوشت مرغ را از کجا یافتیتان؟ به این پرسش اکام جواب نداد، اما پروردگار خوجه جوابی با تفصیلی داد. نظر به تفصیلات او، امیر عبدالاحد که آن سال سال 3 پادشاهیش بود، یک عادت برآورده بوده است. آن عادت عبارت از این بوده است که از ارگ بیرون در هر حولی که منزل کند، از مدرسه نزدیک به آن حولی بعد از شام آشی مدرسگی می پرسیده است. یکی از خادمان آشخانه امیر برای اجرای این سپارش او به مدرسه آمده آواز می داده است که هر کس آشی تیار داشته باشد بیارد. ملا بچه ها آشی پلوی تیار کرده اشان را با دیگش می برآوردند و آن خادم دیگ ها را به صاحبانشان بردارانده به حولی امیر می برده است. در آنجا سر آشپز دیگ ها را کشاده، مزه آش ها را چشیده دیده، یکی از آنها را انتخاب کرده می گرفته است و دیگر آش ها را رد می کرده است که صاحبانشان باز برداشته می رفتند. سر آشپز آن آشی پسندیده اش را به طبق امیر کشیده گرفته، دیگی ملا بچه را از آشی آشخانه پر کرده می داده است و هم به صاحب آش با سپارش امیر 10 تنگه 1.5 سوم پول می داده است. از بس که این عادت امیر به همه مدرسه های بخارا مشهور شده است، او در کدام حولی که منزل کند، اهالی مدرسه های اطراف آن حولی به امید قبول امیر آشی پلو می پختند. چون امشب امیر به نزدیکی مدرسه میر عرب منزل کرده است، در 143 حجره این مدرسه هم آشی پلو پخته شده است و حالان که در یک قسم این حجره ها کسان استقامت داشتند که در یک زمستان یک بار هم باشد آشی پلو پختن به آنها میسر نمی شده است. این گونه ملا بچه های قشاق هم قرض کرده یا مصالح آشی پلو را از قصاب و بقال به نسیه گرفته به امید قبول امیر آشی پلو می پختند. سید اکبر در آخری سخنش با یک آهنگ مغرورانه گفت: امشب از بین 143 دیگ آش خوشبختانه آشی ما قبول یافت و این آشی گوشت مرغناک از آشخانه پادشاهی است. پدرم در اولهای تفصیلات سید اکبر سخنان او را گوش داده آش خورده می ایستاد. چون در نیمه حکایتی وی چی بودنی مسئله را فهمید، از آشخوری باز ایستاد و در وجاهتش علامتی خشم و غضب پیدا شد. من گمان داشتم که او همین زمان خلچوبش را برداشته اکام را خواهد زد، اما این طور نکرد. بعد از غنداشتن دسترخوان هم خیلی وقت بیدار نشست. نه به سید اکبر و نه به اکام چیزی نگفت و حتی بروی آنها نگاه هم نمی کرد و مانندی شیخان خانقاه نشین چشمانش را پوشانده و سرش را خم کرده می نشست و گاه گاهی سری خود را قدری بالا گرفته آهی می کشید و باز سر خم می کرد. او امشب خوابیده توانست یا نه من خبر نداشتم، چون که خوابم ربوده بود. چون در اولی صبح
با شمگیرانی اکم بیدار شدم، دیدم که پدر برای بازگشتن به صحرا تیار شده ایستاده است. وقتی که روز سفید شد، او از جایش خیسته به من خطاب کرده گفت: پسرم، بیا تو را هم همراه خود به صحرا برم، چون که تو در اینجا در پیش این امیربازان نه آدابی مدرسه بلکه دیگلیسی آشخانه امیر را می آموزی. من گریه و زاری کنان از او پرسیدم که مرا به این زودی به صحرا گردانده نبرد تا که روزی چند در اینجا مانده شهر را تماشا کنم و ملا تقاییم را بینم. او راضی شد که من موقتاً در شهر مانم و به طرز جدی: لیکن هوشیار باش که مانند اینها نشوی. اگر به گفته های من عمل نکنی روی تو را هم نمی بینم، گفت و خورجین را از دست اکه‌ام که برداشته بردن می خواست کشیده گرفته از حجره برآمد. ما تا سری خرخانه گسیل کردن او رفتیم. در آنجا هم چیزی نگفته پولی سرایبان را داد و خرش را سوار شده به صحرا رفت. آن حجره‌ای که اکه‌های من در وی زندگانی می کردند دیوخانه نام داشته است. واهمه انگیزی روزانه وی از شبانه اش هم زیادتر شد. وقتی که در روزی روشن از کوچه آمده به آن بینای وسیع تاریکی دودآلود می درآید، گمان می کنید که حقیقتا هم در هر گوشه و کنج و کنارهای وی دیوی خفته باشد. این گنبد پردهشت فقط در دیواری جنوبیش یک پنجره خردی گجین داشت که وی هم به گنبدی از این هم بلندتری مسجد مدرسه گشاده می شد. اگر از سوراخ خردی پنجره به آن سو نگاه می کردید، واهمه اتان باز هم قوت می گرفت، چون که فضای وسیع گنبد مسجد به نظرتان مانند یک دنیای تاریکی بی پایان می نمود. این حجره اینچنین در زیر قبه‌اش یک سوراخ تنگی داشت. در روزهای بی ابری آفتابناک در ساعتهای 12 روز از آنجا به زمین حجره دهانی پیاله برین روشنایی می افتاد. این روشنایی غیر طبیعی در زمین تاریکی حجره مانند روشنایی چشمی درندگان در شب تاریک دهشت انگیز می نمود. زندگانی ما در آن حجره بسیار ساده بود. پگاهانی و بیگاهانی نان قاقی از صحرا آورده شده را با چای می خوردیم. هر روز در ساعت 1 اکم یگان دمی گرمی تیار می کرد. دمی گرمی ما هم ساده بود. ماش و برنج، بعضاً کچری و گاها پیابکی با نان قاق خیلی خوشخور می شد. کارهای حجره را، پخت و پز، شست و شوی و رفت و روب را تماماً اکم می کرد و من به قدر قوتم به او یاری می دادم. اما سید اکبر یعنی پروردگار خوجه مانند آن که در آن حجره مهمان باشد همیشه در پیشگاه صندلی پاهایش را در آتش گرم کرده می نشست و درسش را می دید یا خط مشق می کرد. گپی که او می زد تنها همین بود که از اکم با آهنگ حاکمانه می پرسید: طعامتان کی تیار می شود؟ یا اینکه کی چای دم می کنید؟ اکم به این پرسش های او با زبانی خوش و چهره گشاده جواب می داد. اما من در غضب می شدم و در دل خود خوشمعاملگی اکی خود را در این موردها نادرست می شمردم. شما گفتاری 17 را از روی اثر نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی یادداشت‌ها شنیدید. راوی عبدالرشید خوجمقلوف، کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتاری ادبی از سلسله خانش بدیعی.